بله. یک ظفر یعنی خوش طبیعت و شوخ طبیعت نیست هستید. شاید این لحظه برای مخلصان خویش یک لطیفه میگوید. زیرا ما میدونیم که شما میدونید لطیفه و گفته هم میتوانید. دو مایزده دو مثلا مست پیون در راه رفته ایستادن، بعد هم توقف میکنن میگه گوش کن همین حوض شوه یا که روز؟ این طرف دیگر میگن امراش میگه که گوش کن مرا حوض روزه، میگه نه 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 خطا کردی حوض شوه. نه نه میگه شوه. و هر دو بحث میکنن. نگاه میکنم با یک پیون دیگر یک مستی دیگر از بالا رفته ایستاده است. ای برادر اینجا بیو نزدیک بیو. من نزدیک میشم میگه گوش کن من قطعی ننی امرام گفته استم که حوض شوه. این میگه که نه روزه. خود تو بگو که حوض کیه؟ من میگه میبخشید نکن من اینجا نیستم. بله واقعا یک مهارت خوبی لطیفه گویی داشته است. بله. سربازا هر همه یک جو یعنی که صف میکشن. کماندیر میگه خوب حاضر به بلندی پرواز از بلندی یعنی که پرواز میکنیم. پیش از پرواز بگین که شما آماده هستین؟ همه یک جایی بله آماده ایم. خوب یگان سوال باشند مرحمت پیش از پرواز پیش از پریدن از پاراشوت خوب چی سوال است؟ یک تاش میگه کماندیر اجازه است یک سوال تو مرحمت میگه. بعد میگه همین وقتی پریدن دا پریدیم که پاراشوت کشتیم پاراشوت هوی نشود چیکار کنیم؟ میگه زاپاسکار داریم احتیاطی را بکش بیو. بعد میگه که احتیاطی را بکشیم که هوی نشود. بخم بیو میگه پاراشوتی نبود میتونم. بله خیلی جالب.